وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يظلم نفسه ثم يرم به ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عنه كربة فرج الله عنه من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سروران عزیز و نمازگزاران ارزشمند، قبل از هر چیزی دعا می کنیم الله عزوجل این حضور را که هر هفته به نیت ادای فریضه جمعه هست، نماز جمعه هست، به بارگاه خودش قبول بفرماید و اون بشارت و مجده‌ای که الله تعالی برای یک مؤمن و یک مسلمان برای این حضور عنایت فرموده، اون مجده را نصیب همه من و شما بگرداند. عزیزان، خدای عزوجل که بندگان خودش را خلق فرموده و پیدا فرموده در دنیا، همه ما می‌دانیم یک زندگی بسیار مختصری هست و زندگی کوتاهی هست. اگر انسان 100 سال هم عمر بکند هم زندگیش بسیار کوتاه و مختصر است. هر یکی از من و شما به عمر گذشتهمون، به ایام گذشتهمون وقتی که فکر میکنیم، کسی را خدا امروز 50 سال داره، یکی 60 سال داره، یکی بیشتر، کمتر، انگار همین دیروز بود که ما بچه بودیم و تو خاکها بازی میکردیم. چطور زود گذشت، بقیه عمر هم همینطور زود میگذرد. این زندگی مختصری هست، اما اگر در این زندگی مختصر دستوراتی که خدای عزوجل متوجه ما فرموده و اوامری که برای این زندگی مختصر برای ما الله صادر فرموده، اگر ما به اون دستورات عمل بکنیم، یک زندگی بسیار طولانی و یک زندگی که در اون زندگی همهش خوشبختی و سعادت و خوشی هست انشاءالله خواهیم داشت. لذا ما مسلمانان همیشه باید متوجه فرامین ربمون، دستورات پروردگار باش. و دستورات پروردگار همونطور که همیشه علما بیان می‌فرمایند خلاصه میشه به دو بخش. یک بخشش مربوط به حقوق الله است، حق الله که در رأسش ایمان به خدا، توحید هست، خدا را یگانه دانستن در ذات و صفات، در عبادت و مختصات، صفاتی که مختص پروردگار هستند. و
بعد از ایمان و عقاید نوبت به نماز میرسد و روزه و حج و زکات و که این بخش اول زندگی هست که باید ما رعایت بکنیم، حق الله. اما دومین مسئله که بر همه ما لازم هست حقوق العباد هست که در دقایق مختصری امروز در رابطه با این میخوام صحبت بکنم. دعا بفرمایید که الله عزوجل اون چی که حق هست و اون چیزی که برای دنیا و آخرت ما مفید هست بر زبان جاری بفرمایید و به همه ما توفیق بده که ما در دنیا بتونیم در این دو حق کوتاهی داشته نباشیم. لذا عزیزان حقوق العباد به اندازه حقوق الله مهم هستند و نه تنها حقوق بندگان بلکه بسیاری از حقوق متعلق به مخلوقات دیگه هستند که اونها هم بر ما لازمند، اونها را هم بر رعایت بکنیم. ما همیشه یک سری احادیثی و یک سری روایت هایی که علما بیان میکنن میشنویم که مثلا کسی را به جهنم بردند و کسی را خدای عزوجل به عذاب گرفتار کرد به دلیل اینکه یک گربه را حبس کرده بود، زندان کرده بود بدون دلیل و اون گربه از گرسنگی و تشنگی جان داده بود. یا کسی را که عمل خوبی نداشت الله تعالی مورد مغفرت قرار داد به دلیل اینکه سگی را از تشنگی و از هلاکت نجات داد. یا در صحیح بخاری روایتی می آید که کسی بدون دلیل سوراخ مورچه ها را آتش زد و مورچه ها را سوزاند، روز قیامت مورد بازجویی قرار می گیرد. معلوم میشه که نه تنها انسان ها حق دارند بلکه مخلوقات دیگر هم حقوقی دارند. لذا عزیزان دینی که در اون دین حتی نسبت به حقوق حیوانات، حشرات، درختان و مخلوقات دیگه تاکید شده، پس شما بیندیشید و فکر بکنید که نسبت به حقوق بندگان، نسبت به حقوق انسانها و بعد از حقوق انسانها نسبت به حقوق مسلمانان چه اندازه ما مورد تأکید هستیم که متاسفانه امروز در این زمینه بسیار کوتاهی میشه، بسیار بی‌توجهی میشه. عزیزان حق مسلمان به اندازه زیاد هست که اگر انسان نسبت به مسلمان نفرت داشته باشد و توجه بکنیم اون چی که میگم در پرتو آیات و احادیث گوهربار آن حضرت صلی الله علیه وسلم عرض میکنم، اگر مسلمان نسبت به مسلمانی نفرت داشته باشد برای ایمانش خطره که ایمانش از بین بره، و اگر نسبت به مسلمان حسد داشته باشد، کینه داشته باشد، خطر این هست که حسناتش از بین بره، تمام نیکیهایش و خرمن نیکیهایش را به باد بده. و اگر مسلمانی را حقیر بداند، نسبت به مسلمانی نظر حقارتی داشته باشد، تحقیر بکند، غضب پروردگار را متوجه خودش میکند. واقعا بسیار سنگین هست که انسان مسلمانی را حقیر و بی ارزش بداند. در بعضی روایت های تمثیلی هست در زمان یکی از انبیاء گذشته، پیامبران گذشته، تو کتاب ها نوشته که یک انسان فاسق و فاجری، یک انسان گناهکاری، یک انسانی که زندگیش همیشه با معصیت و گناه گذشته بود، یه روزی میره یک جایی میبینه که در بیابانی، در جنگلی، یکی از انسانهای صالح، یکی از اولیاء خوابیده و اونجا خوابیده، ابری بر او سایه افکنده و زیر اون ابر این داره استراحت میکنه. گفت سبحان الله، این انسان چه انسان ارزشمندی هست، این انسان پیش خدا چقدر محبوبیت داره که ابری را خداوند مأموریت داده که بر او سایه بیندازد. این انسان گناهکار، این انسان به ظاهر به اصطلاح فاسد با خودش گفت من لحظه در کنار این نیک خدا، ولی خدا بشینم، شاید خداوند به برکت این مجالست مرا هم
ببخشد و از تقصیرات من درگذر بشه. رفت کنارش نشست، اون خوابیده بود. وقتی که از خواب بیدار شد دید که این انسان با این هیئت و با این وضعیت از ظاهرش مشخص بود چه نوع انسانی. آمده پیش من نشسته. اون یه مقدار خودش را جمع کرد و با یک دیده تحقیر بهش نگاه کرد که چرا این انسان فاسد آمده کنار من نشسته. این دلش شکست، این عاصی، این گناهکار دلش شکست. الان یه مثالی هست. این راه افتاد. وقتی که راه افتاد این ابر هم با این راه افتاد و اون بدون ابر ماند. و نوشته تو کتاب ها که خدای عزوجل به پیغمبر اون زمان وحی کرد که به این دو بنده من بگید که هر چی در گذشته از گذشته داشتید همه را من پاک کردم. اون انسان با هر چی گناه و معصیت و مفاسدی که داشت به خاطر این تواضع خودش، به خاطر این فروتنی خودش، به خاطر این که خودش را احساس گناه میکرد، خدای عزوجل او را مورد آمرزش قرار داد. و این انسان به خاطر تحقیر اون هر چی که حسنات داشت از بین رفت. لذا از این به بعد از اول شروع بکنه. هر کی بیشتر کار نیک انجام داد بالاخره خدا او را مورد مغفرت قرار ده. منظورم اینه، این یک مثالی هست که انسان اگر دیگری را تحقیر میکند تمام حسنات خودش را، تمام نیکی های خودش را برباد میده. و اگر کسی را به نظر حقارت نگاه بکند غضب پروردگار را متوجه خودش میکنه. و هر کسی که دنبال عیوب مردم باشه و عیوب مردم را پخش بکند و عیوب مردم را بین مردم افشا بکند، افشاگری بکند، خدای عزوجل بیابروش میکند، آبروش را میبرد، عیبش را پیش همگان ظاهر میکند. و هر کسی که خون دیگری را به ناحق میریزد، خون مسلمان را میریزد، برای همیشه، برای ابدالآباد جهنم را برای خودش میخرد. اینا بخشی از حقوق مسلمان هست که خدمت شما عرض کردم. لذا حقوق خیلی مهم هست که متاسفانه امروزه کمتر به حقوق توجه میشه. این حدیثی که خواندم آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلمه و لا یسلمه، نه بر او ظلم میکند و نه او را به حال خودش رها میکند. اگر اون دردی داشته باشد، مصیبتی داشته باشد، مشکلی داشته باشد، به حال خودش رها نمیکند. و فرمود که و من کان فی حاجت اخیه، کسی که دنبال حاجت برادرش باشه، مشکل برادرش را حل بکند، خدای عزوجل حاجت او را برآورده میکند. کسی که از مسلمان مشکلی را دور کند، مصیبتی را، دردی را، رنجی را، الله عزوجل مصائب روز قیامت را از او دور میکند. لذا عزیزان حقوق مسلمان بسیار مهم هست و ظلم کردن نسبت به مسلمان، ستم کردن نسبت به مسلمان، این جرمی نابخشودنی هست. هر نوع ظلمی باشد، هر نوع ستمی باشد، چه ظلم مالی باشد، چه جانی باشد، چه نوع دیگرش باشد، ظلم غیر قابل بخشش هست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در رابطه با مسکین بیان فرمودند. همیشه ما این حدیث را زبان شیرین حضرت شیخ الاسلام میشنویم. این حدیث در صحیح مسلم هست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند و پرسیدند از مردم که مسکین چه کسی هست. درود شریفی بخوانید. فرمودند مسکین چه کسی هست؟ صحابه عرض کردند یا رسول الله مسکین اون کسی هست که مال ندارد، درهم و دینار ندارد، پول ندارد. آن حضرت فرمود مسکین اون نیست. مسکین واقعی اون کسی هست که روز قیامت با بخشی از اعمال و عبادات پیش خدای عزوجل میاد، با نماز میاد، با روزه میاد، با حج میاد، با زکات میاد، بس تمام نیکی ها و حسناتی که در دنیا انجام داده، صدقه داده، در محضر الله عزوجل حاضر میشه. اما شکایت کنندگان زیادی، شاکیان زیادی هم دارد.
یکی میاد و شکایت میکند اون نمازش را میبرد، دیگری روزش را میبرد، دیگری حجش را میبرد، تمام اعمالی که دارد، تمام حسناتی که انجام داده، تمام نیکی هایی که انجام داده هر کسی میبرد و آخر این انسان بدون نیکی میماند. اما بسیاری از طلبکاران هنوز هستند که طلبشون را دریافت نکردند، حقشون را دریافت نکردند، آخر اونها میآیند که به اونها چیزی نرسیده، به اونها چون که چیزی از حسنات نمانده، سیئات اونها را، گناهان اون مظلوم ها را الله عزوجل بار این ظالم میکند و بالاخره همه حق خودشون را دریافت میکنند. این بعد از اینکه کل نیکی در دنیا انجام داده با باری از گناه و معصیت به جهنم انداخته میشه. لذا این نتیجه چی هست؟ نتیجه بی‌توجهی به حقوق هست. برای که مال یکی را خورده، تو سر مظلوم زده، حق یتیم را خوانده، به زن ظلم کرده، به همسایه ظلم کرده، به رفیق سفر ظلم کرده و انواع ظلم ها. همیشه گاهی بعضی مردم اینجا نامه می نویسند فلان انسان در صفوف نماز در صفای مقدم هست، اما چند سال از برشون کار کردیم حق ما را نمیدن. کارگر باید همونطور که روایت هست هنوز عرقش خشک نشده مزدش بده، ولی چندین زمان هست میگذرد هنوز حقوق ما برگردنی هست، حقوق مالی، حقوق غیر مالی. بسیاری از همسایگان هستند که شکایت میکنن از اذیت و آزار همسایه، اینها را ما اصلا جز حقوق نمیدونیم. عزیزان، مسلمان اون هست که آزارش به احدی نمیرسد، حتی اونطور که معروف است آزارش حتی به مورچه هم نمیرسد، چه برسد که به مسلمان برسد. پس اینجاست که ما باید به این مسائل توجه بکنیم. حقوق مسلمان که نوشتن خیلی زیاد نوشتن. حضرت امام غزالی رحمه الله در پرتو آیات و احادیث در کتاب خودشون کیمیای سعادت حدوداً 23 حق که مال مسلمان هست اینها را جمع‌آوری کرده و نوشته که این 23 حق حقوقی هست که مسلمانان از همدیگه میخواهند. اما یکی از اون حقوق محبت هست. یعنی که ما اگر خلاصه بکنیم تمام حقوق را، محبت هست که مسلمان باید با مسلمان محبت داشته باشد، مسلمان را برادر خودش بپندارد، محبوبش باشد، محبش باشد. اگر محبت باشد اون وقت ظلم نمیاد، ستم نمیاد، زیاده روی نمیاد، بقیه حقوق ضایع نمیشه وقتی که محبت نباشد. و الله عزوجل در قرآن کریم ما مسلمانان را، صفت مسلمانان را نسبت به هم دیگه این صفت را بسیار بارز فرموده. اشداء علی الکفار رحماء بینهم صفت صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. صفت هر مسلمانی هست که با هم داشته باشند. وقتی که نگاه میکنیم سبحان الله صحابه را و نمونه محبت را، صحابه از بلاد مختلف، زبانهای مختلف، رنگهای مختلف، صهیب از روم هست، بلال از حبشه و آفریقا و اتیوپی هست، سلمان از فارس هست، ابوذر از قبیله غفار و دوس هست، هر یکی دیگه از قریش هست، یکی از مدینه هست. اما اینها با هم چه محبتی داشتند، چه صفا و صمیمیتی بود، چه ایثاری بود، چه از خود گذشتگی. قرآن تعریف میکند یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. لذا این از ایثار و محبت و خودگذشتگی صحابه هست. لذا اگر ما با هم دیگه محبت داشته باشیم، ما با هم دیگه مسلمانان با هم الفت داشته باشیم، هیچ وقت بر هم دیگه ظلم نمی کنیم. یکی از حقوق مسلمان که بنده میخوام کوتاه بکنم، اما قبل از اینکه این آخرین مطلب را ادا بکنم، مطلبی که حضرت شیخ حفظه الله جمعه گذشته اعلام فرمودن، جمع‌آوری برای مردم سیلزده پاکستان. شما در جریان هستید که متاسفانه این سیل
بسیار گسترده بوده. تقریبا 1/3 کشور پاکستان را با اون گستردگی تحت تاثیر قرار داده. هزاران مردم بی خانمان شدند و بیش از 1000 نفر از بین رفتند. مردم آواره هستند. بیشترین آسیب را استانهای همجوار ما مثل بلوچستان دیده. لذا کمک ما گرچه ناچیز است، اما بنابر اون وظیفه اسلامی و انسانی باید همدردی داشته باشیم و اگر ما همدردی داشته باشیم امید هست که الله عزوجل مشکلات ما را حل کند. لذا همونطور که حضرت اعلام فرمودند، یک جمعه قبل اعلام فرمودند تا ما آمادگی داشته باشیم. گرچه کارتخانه ها محدود هستند، برادران با چادر و کیسه پیش شما میایند، دست را بالا بگیرید و کسانی اگر نتونستند کارت بکشن بعدا هم به دفتر خیرین حوزه بیاند، به دفتر محسنین بیاند و کارت بکشند برای سیل زدگان پاکستان. امروز انشاءالله در سطح استان جمع‌آوری میشه که از طرف مردم استان سیستان و بلوچستان انشاءالله یک کمک شایسته‌ای برای اون مناطق برسد. الله عزوجل به شما جزای خیر بده، در جان و مال و اعمال شما الله برکت عنایت بفرماید. خود حضرت شیخ تشریف ندارن، تهران تشریف بردن، به خاطر امور ماها و به خاطر پیگیری مسائل ما دعا بفرمایید الله عزوجل ایشون را موفق بگرداند و الله عزوجل خودشون هم دیشب که تماس داشتن تقاضای دعا کردند و دعا بفرمایید الله تعالی در اون اهداف نیکی که ایشون دنبال میکنند الله تعالی موفق بگرداند. لذا عزیزان، در ادامه موضوع میخواستم عرض بکنم که یکی از حقوق مسلمان تحفظ هست، تحفظ مال، آبرو و جان مسلمان، که ما مسلمانان باید هم مال هم دیگر را حفاظت بکنیم، هم آبرو و هم جان. آن حضرت صلی الله علیه و سلم کلماتی بیان فرمودن، این احادیث را همیشه ما میخوانیم ولی متاسفانه زود فراموش میکنیم، که حرمت مسلمان را، حرمت خون مسلمان را، حرمت آبروی مسلمان را مثل حرمت ماه حرام و مثل حرمت اون بلد حرام، اون شهری که اونجا اون شهر برای همه ما حرمت دارد، در قلب همه ما جا دارد، و ماه حرام که در اون ماه هم حرمت دارد. فرمودند الا ان الله حرم علیکم دماءکم و اموالکم كحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا. این جمله واقعا جمله بسیار مهمی هست، بسیار ارزشمند هست. انسان باید به حرمتها را حفظ بکند، توجه داشته باشد. حرمت مسلمان، خون مسلمان، مال مسلمان، آبروی مسلمان مثل حرمت روز عرفات هست، این خطبه روز عرفات است، مثل حرمت حرم شریف هست. اونجا چه حرمتی دارد؟ حتی اونجا یک انسان گناهکار میره اون هم محفوظه، با اون هم کسی کار ندارد. کسی قاتل پدرش را میبیند هم بهش اجازه ندارد تعرض بکند، هر وقتی که از حرم خارج شد هر کاری که میکند بکند. حتی حیوانات اونجا، شکار اونجا، درخت اونجا، بوته اونجا، علف اونجا حرمت دارد. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم حرمت تمام مسلمانان را، حرمت هم مال هم جان را به اون تشبیه دادن و فرمودن مثل حرمت اینجا هست. لذا عزیزان، متاسفانه حرمت ها شکسته شده. این یکی از علائم فتنه هست، یکی از فتنه ها همینه و از علائم نزدیک قیامت اینه که حرمت ها زیر پا گذاشته میشه. هیچ کسی محترم نیست، هیچ کسی حرمت نداره. مسلمان به خاطر اینکه به نوایی برسد، به چند درهمی برسد، هر چی که از دستش بیاید انجام میده.
در حالی که مسلمان باید این حرمت ها را باید نگه دارد. و یک نکته دیگری، موضوعات طولانی هستن، وقت کوتاه است، و یک نکته دیگری که خدمت شما عرض بکنم، این حرمت ها را که نگه نداریم میشه ظلم. بزرگترین بدبختی و بزرگترین مصیبت برای ملت ها، برای نه تنها برای ملت ها، برای دولت ها، برای حکومت ها ظلم هست. اگر ما از ظلم دوری نکنیم، ظلم عزیزان، ظلم هر کسی باشد، ظلم چه حاکم باشد بر رعیت، چه ظلم بزرگ باشد بر کوچک، ظلم قوی باشد بر ضعیف، ظلم برادر بزرگ باشد بر یتیم، ظلم شوهر باشد بر زن، ظلم هر کسی باشد، ظلم اون مسلح باشد بر غیر مسلح. ظلم چیزی هست که حکومت ها و سلطنت های بزرگ را یک شبه سرنگون می کند. ظلم چنان آتشی هست که وقتی که آه مظلوم بلند میشه، آه سرد اون مادری که مظلوم واقع شده بلند میشه، این آه سرد همه اون چی که ظالم دارد همه را از بین میبرد، ظالم را به زانو میاندازد، ریشه کنش میکند. تاریخ گذشته شاهد هست دولت هایی که ظلم کردند، به اوج ظلم رسیدند، خدای عزوجل چگونه هلاکشون کرد، چگونه نابودشون کرد. فرعون یکی از همین حاکم ها بود. فرعون دعوای خدایی هم داشت، شرک هم داشت، ان الشرک لظلم عظیم، این یکی از بزرگترین ظلم ها بود. اما ظلم دیگری که اون ظلم هم ظلم کوچکی نبود، فرعون بر ملت بنی اسرائیل ظلم کرد و کسی فکر نمی کرد که فرعون سرنگون بشه. و فرعون ذی الاوتاد، قرآن میگه فرعونی که دارای میخ بود، یعنی حکومتش مثل میخ مستحکم بود، میخ را برای استحکام معمولا میزنند. اما این ظالم وقتی که به ظلمش ادامه داد و به نصیحت ناصحان گوش نکرد، به خیرخواهی خیرخواهان و موسی علیه السلام و هارون توجه نکرد، اینقدر این مغرور بود تا کس شنید که بچه‌ای متولد میشه، چه کسی خواب دیده بود، چه بعضی پیشگوها بهش گفته بودند. لذا تمام بچه های نومولود را سر میبرید. اما الله عزوجل عاقبت این ظالم را چیکار کرد؟ با هر چی که قدرت داشت، با ارتشش، با تمام امکاناتش، الله عزوجل یک جا نابودشون کرد. اونم جلوی بنی اسرائیل داشتن تماشا میکردند و لذت میبردند. لذا ظلم نتیجه ندارد، عاقبتی ندارد. دعا کنید که ما در لیست ظالمین قرار نگیریم. ظلم بسیار چیز بدی هست. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای ظالم فرمود، هم قرآن می فرماید ان الله لا يحب الظالمین، ظالم محبوب خدا نیست، ظالم را خدای عزوجل دوست ندارد. لذا ظلمی که امروز داره انجام میگیرد، هر قوی نسبت به ضعیف، هر کسی که قدرت بیشتر داره نسبت به اون ضعیفتر، این ظلم چنان آتشی هست که وقتی که این آتش روشن بشه خرمن همه را به باد میده. نتیجه همین ظلم است عزیزان. امروز ببینید در دنیا مردم دنیا چه وضعیتی دارند، نه تنها در بلاد اسلامی، بلاد کفر هم. اونهایی که بظاهر در رفاه هستند، اونهایی که بظاهر مرفه هستند، بهترین زندگی را دارند، بهترین امکانات روز را دارند، با قرص خواب میخوابند و هر روز آمار خودکشی ها بیشتر میشه، هر روز آمار بدبختی هایشون بیشتر میشه، هر روز میبینیم جنگل ها بیشتر میسوزد، هر روز میبینیم که این گرمایش زمین بیشتر میشه و هزاران مردم در هر فصلی جان میدن، یا از سرما یا از گرما. در گذشته این مسائل نبوده، اینا پدیده های جدیدی هستند. زلزله ها وقتی که می آید چنان ویرانی به بار میاد، یا سونامی ها که می آید
سبحان الله همه مردم را با ماشین و با ساختمان و با هر چی که دارن میبرد. چرا وضعیت دنیا اصلا تغییر کرده؟ این نکته را باید بدانیم که هر چی که در دنیا هست طبیعت عوض نشده. همیشه مردم مقصر میکنن زمان را، عصر را، میگه زمان خراب شده. نه، انسان خراب شده. زمان خراب نشده، زمان همون زمان هست. الله عزوجل همون ذات پاک هست، اون تا ابد برقرار هست. اما انسان چون عوض شده، انسان وقتی که ظلم میکند، انسان وقتی که ستم میکند، انسان وقتی که به فساد افتاده، اثرات فسادش به زمین و زمان تأثیر گذاشته. قحطی ها به سبب انسان ها هست، این زلزله ها به سبب عملکرد انسان ها هست. خیلی اینها را باور ندارند. الله عزوجل می فرماید ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که برای شما اتفاق میفته به سبب عملکرد شماست. خیلی ها را خدا نادیده میگیره، خیلی چیزها را الله عزوجل توجه نمی فرماید. الله تعالی در جای دیگه می فرماید اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين ثم لا یتوبون ولا یذکرون. سبحان الله، انسان احساس میکنه این آیات در رابطه با ماها نازل شده. خداوند می فرماید آیا این مردم نمی بینند که هر سال یک بار دو بار در فتنه ها، در مصیبت ها، در بلاها گرفتار می شوند، مشکلات برایشون میاد، ثم لا یتوبون، اما بازم توبه نمی کنند، ولا یذکرون، پند نمی گیرند، تذکر نمی گیرند، اصلاح بشو نیستند. متاسفانه هر چی که مصائب بیشتر میشه، قساوت و سنگی و سختی دل بیشتر میشه. همین کرونا یکی از همین آیات بود. مردم چقدر جوک درست کردن براش، چقدر مردم داستان درست کردن، چقدر تمسخر کردن. بهترین انسان ها از بین رفتند. خیلی از علما، ریش سفیدان، تحصیل کردگان، جوانان خوب، اینها واقعا ضایعات هستند که ما داریم. اینا تمام نتیجه عمل کرده ما انسان هاست. چرا ما توبه نکنیم؟ چرا ما تذکر نگیریم؟ چرا ما به سوی خدای عزوجل رجوع نکنیم؟ لذا عزیزان، تنها راه حل اینه که همه برگردیم به سوی الله، همه توبه صادقانه و خالصانه داشته باشیم، دست بکشیم از تضییع حقوق، چه حقوق الله چه حقوق بندگان خدا. ظلم نکنیم، ستم نکنیم. انسان واقعا ارزش دارد. ارزش انسان از هر چی که ارزشمند است بالاتر است. انسان را به خاطر چند تومنی بعضی بالاخره به گروگان میبرن، بعضی به ناحق خونش را میریزن، بعضی با آبروش بازی میکنن، بعضی بهش تعرض میکنن. لذا چرا ما ارزش ها را فراموش کردیم؟ ارزش ها را ارزش نمیدانیم. و الله عزوجل به سبب این ظلم که عرض کردم این احوال را می آورد. این احوال هم به نفع ما هستند. گاهی قحط میاد، گاهی قحط نیست، باران میاد، اما باران مشکل درست میکند، سیل میشه، همه چیز خراب میشه. اینا گوشمالی هستند. ما تذکر بگیریم، ما برگردیم. الله عزوجل در آیه از ما گلایه دارد که چرا وقتی که این گوشمالی ها که من میدم، چرا وقتی که این مصیبت ها که من میارم، چرا وقتی که این ابتلاعات که از سوی من میاد شما به تضرع نمیفتید؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقتی که این سختی ها، این مصائب، این مشکلات از سوی ما میاد چرا تضرع نمیکنن مردم؟ ولکن قست قلوبهم، دلها سختتر میشه، دلها سنگتر میشه. واقعا سختی بیشتر آمده. بعد از کرونا ببینیم مساجد خالی شده، هنوز خالی هست. در اعمال ما سست شدیم، هنوز سستیم. چرا؟ اینها عزیزان در واقع دلیل دوری از خدای عزوجل هست. الله انتظار داره وقتی که من مصیبتی میارم، من مشکلی میارم، این ناامنی میاد برای شما، قحطی میاد، سیل میاد، زلزله میاد، اینا تمام مذکرات الهی هستند، اینا تمام تذکر و اینها هم
به نفع ما هستند، چون که انسان هنوز فرصتی دارد که برگردد به سوی الله عزوجل رجوع کند. الله تعالی به ما توفیق بده که از این آیات، چه آیات تنزیلی در قرآن چه آیات تکوینی در عالم و حوادث و اتفاقاتی که میفته، از اینها درس بگیریم، برگردیم به سوی خدای عزوجل. و بزرگترین مصیبت اینه که هر وقتی که مشکلی پیش میاد انگشت اتهام ما به سوی دیگران است. نه، باید از خود آغاز بکنیم، باید خودمون را ملامت بکنیم. چه عالمی، چه طالب العلمی، چه تحصیل کرده، چه ریش سفید، چه هر کسی هستی، اول از خود. یکی از بزرگان معروف من، اسمش الان تو ذهنم نیست، تو شهرش قحط بود، غالبا ذوالنون مصری بود شاید، که مردم رفتن پیشش بگن که حضرت دعا بفرما که قحطی هست، باران نمیاد، دعا بکن دعای شما را خدای عزوجل قبول بکنه. اون گفت که من فکر کردم که چرا باران نمیاد، به نظر من تنها دلیل باران نیامدن وجود من ذوالنون در میان شماست. من اگر از این شهر خارج بشم، من اینقدر اعمالم بد هست، من اگر از این شهر خارج بشم شاید خدای عزوجل رحمتهای خودش را نازل بکنه. این تواضع، این فروتنی و این تشخیص مریضی که انسان نباید دیگران را مقصر بکند. دیگران شاید از ما خیلی بهتر هستند، ما از خود آغاز بکنیم، از خود شروع بکنیم، از خانواده خودمون شروع بکنیم. ببینیم که نگاه نکنیم بقیه جوانان شهر چقدر تو خانه ما بینمازی هست، چقدر تو خانه ما موسیقی هست، چقدر تو خانه ما بی‌حجابی هست، چقدر معاصی دیگر، چقدر ظلم. همین درآمدی که ما داریم، کسبی که ما داریم، این از چه راهی هست؟ از اینجا آغاز بکنیم، از خود شروع بکنیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، شما از خودتون آغاز کنید، از خود شروع کنید. اون وقت هر یکی از افراد جامعه، از آحاد، از خودش آغاز بکند، قطعا تحول میاد، قطعا تغییر میاد. الله عزوجل بر حال همه ما لطف بفرماید و رحم بفرماید. در این هفته حادثه بسیار بزرگی در هرات افغانستان اتفاق افتاد. شهادت عالمی که محبوب همه مردم بود، خطیب شهر بود و مردم نسبت به این عالم یک عشق و یک محبت خاصی داشتن. جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمه الله مظلومان شهید شد. واقعا جای درد هست و رنج هست که این گونه ما میبینیم در این کشور همجوار ما، در کشور عزیز که قیام مردم اول به خاطر اعلاء کلمت الله بود، برای لا اله الا الله بود، برای اینکه ظلم و فساد از بین بره، ولی هنوز به نام مسلمان این نوع مفاسد انجام میگیره. این ظلم ها، این نوع قتل ها هیچ نوع مشروعیتی ندارد. اینایی که بالاخره با هم دیگه اختلافاتی دارن، مسلمانان از ابتدای این اختلافات بوده، از اول این اختلاف سلیقه بوده، اما به هیچ وجه خون مسلمان را این مسائل، این اختلافات جایز قرار نمیدن. یکی از پدیده های زشت همین ترور هست و کشتن انسان ها هست و کشتن مسلمان اونقدر خطرناک است. حدیث معروف حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه، مفتی صاحب هم یادآوری کردند که حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه میفرماید یک کسی بود در جنگ و در جبهه جنگ که همیش مسلمانان را از بین میبرد، هر جا حمله میکرد و مسلمانی را میکشت و من مترصد شدم، در کمی شدم که این دشمن مسلمانان و این دشمن خدا را از پای در بیاورم که این همه مسلمان را آسیب زد. وقتی که من موفق شدم، شمشیرم را بلند کردم، لا اله الا الله گفت. منم متوجه بودم و احساس میکردم از ترس میگه، من هم زدم گردنش را جدا کردم، کشتمش. آخر به عنوان افتخار خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم عرض کردم یا رسول الله کسی امروز چنین کرد و من او را زدم. گفت اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، بعد از اینکه لا اله الا الله گفت او را کشتی؟
گفتم یا رسول او از ترس گفت. فرمود هلا شققت قلبه، آیا قلبش را شکافتی؟ از درونش با خبر شدی که این منافق است از ترس گفته؟ منظور اینه وقتی که مسلمان لا اله الا الله میگه، اون لا اله الا الله خونش را، مالش را، جانش را محفوظ میکنه. اون مسلمان نباید کشته بشه مگر اینکه کسی که کشته، کسی که قتل کرده. لذا کشتن مسلمانان، هر مسلمانی یکی از بزرگترین ظلمهای نابخشودنی هست که عرض کردم خلود در جهنم را به بار دارد. بالخصوص علمایی که در خدمت مردم هستند. الله عزوجل این عالم را، شهادتش را قبول بفرماید، در جوار رحمتش جای بدهد و به مردم مسلمان افغانستان، به مریدان و کسانی که از ارادتمندان این بزرگوار الله تعالی اجر و صبر بده. ما هم از اینجا همدردی خودمون را و همدردی شما مسلمانان را با اون ملت اعلام میکنیم. الله تعالی رحم بفرماید و اسباب امنیت را و اینکه برادر کشی و مسلمان کشی تمام بشه در افغانستان فراهم بیارد. و یک حادثه تلخ دیگری در شهر خودمون، یکی از همکاران عزیز ما هم در این هفته کشته شده و گرچه هنوز علت حادثه معلوم نیست. جناب مولوی آصف سارانی یکی از همکاران ما هم در دارالعلوم، در دارالتربیه دارالعلوم بود و یک انسان خوشفکر، یک انسان، یک جوان بسیار با اخلاق، جوان بسیار دلسوز و دیندار و با تقوا و انسانی بود که مریض بود، همیشه انسولین تزریق میکرد، مشکل قند داشت و معلوم نیست که کدوم از خدا بیخبرها این مظلوم را به شهادت رسوندن. خودش بعد از اینکه بعد از یکی دو روز ناپدید شد، جنازش پیدا شد در حاشیه شهر. دعا بفرمایید که الله عزوجل شهادت این عزیز را به بارگاه خودش قبول بفرماید و تمام بازماندگان که شاگردان دارالعلوم و تمام همکاران دارالعلوم هم جز بازماندگان هستند، الله تعالی اجر و صبر عنایت بفرماید، بالخصوص به پدر و برادر این عزیز و الله عزوجل این عاملان را مشخص و شناسایی بفرماید و به کیفر اعمالشون برساند. الله عزوجل همه من و شما را توفیق بده که ما زندگی خودمون را طوری سپری بکنیم که ذره ظلم و ذره ستم نسبت به هیچ مسلمانی از دست ما انجام نگیرد. جنازه این عزیز انشاءالله بعد از نماز خونده میشه همینجا توسط حضرت مفتی صاحب و جنازه را میخونیم، بعد از اون تشییع میشه. دعا بفرمایید الله تعالی سلام بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان یادداشتی دادن که با توجه به اینکه کارتخانه‌ها کم هستند و کارتخانه نبود دم دربها، این کارتخانه‌ها امروز اختصاص داده به سیل زدگان کشور پاکستان. عزیزان در برگشت حتما ان شاء الله کمک خودشون را داشته باشند. الله تعالی به شما جزای خیر نده. مفتی صاحب